تبریک بکنین اونها را، مهربانی بکنین اونها را، ولی مخصوص روز 8 مارس انتخاب کرده و همچون عید مادران گفته عمل کردین، البته که این غلط. بله سلام. بله. سلام علیکم. روز خوبی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همه 8 مارس تبریک کردن ممکنه یا نه؟ نه حضرت جان، کلا درست نیست. ما حوض بیان کردم وقتی که هر یک انسان در روز 8 مارس با مادرش یک گل یا یک چیز تبریک میکنه و میگه مبارک باد عیدت، یعنی که کدام عید؟ همون ایده که زنها بعد از سکوت کردن خلافت اسلامی چیکار کردن؟ انکار قانون الله کردن، انکار آیت الله کردن و حجاب های خودشان از سر کشیدند، مشرک مرتد و منافق کافر شدند. یعنی که بر روز کافر شدن زنهای پیشینیان و بر روز انکار کردن آیت الله حق سبحانه و تعالی چیکار میکنن؟ تبریک میکنن. کورت چی ترا به 8 مارس. الله حفظت کنه. این اگر تو منافق نباشی خودت هم کار میگیری که 8 مارس چی هست چی نیست، یعنی که دلالت به آن همون میکنه. چرا؟ چون الله حق سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان در سوره حجرات آیت 1 بیان میکند: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. الله میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردین، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، شما میگه از الله و از رسول الله چکار نکنین؟ پیش دستی نکنین. پس شما با تاریخ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنگ بزنین که آیا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روز 8 مارس اگرچه مادر نداشتن همسر داشتند، برای همسرهاشون یگان چیز تحفه کرد نکرد؟ توبین کرد نکرد؟ خلفای راشدین کرد نکرد؟ تابع توبین کرد نکرد؟ راهبر 4 مذهب کرد نکرد؟ پس امروز این یک عقیده باطل است، یک جنگ فکری میان مسلمان و کفار است. روز کافر شدن زنها و انکار کردن آیت الله تبریک میکنم مادرها و دخترای خودشه. چون ما گفتیم که چی؟ هر انسانی که این عمل کرد، یعنی هر کسی که آیت الله را انکار کرد، البته که کافر میشود. منافق تی آخی بچه هم بیاد در بالا ببرا گپ زن، ای پایان مثل همون عروسای تای چادر واری ننم. آوازت سطر نیست ای بچه جان آخی. اگر آوازت سطر باشه و شوهرت اجازت بالا برآمدنت نده، در یک خطچه بنویس برای شوهرت بده و شوهرت بالا ببرار، ای روی همون خطچه بخونه برای ما بده تا ما انشاءالله که جواب بگردانیم. مسلمان میگیرن خطانه کافر گفتن مسلمان ها ممکن السلام نه. علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کافر گفتن ممکن نه مسلمان ها. آخه تو جاهل باشی، تو پیرو ابو جهل باشی، عقلت نگیره که مسلمان ها کافر گفتن درسته یا نه. در اینجا ما گناهگارم بچه جان. اکا گپ زنه ممکنه یا؟ بله فرما بردار. چی گپ پیری روزی 8 مارس روزی مادران میگوی درست نیسته یا؟ من نمیگم، قرآن و سنت میگه، الله و رسولش میگه، من نمیگم برادر. چی با که دوره پیشین سالای سیوز دا مصفیدو تبریک میکنم کمپیلو را مثال یا مادران را میگفتم بر روز ایتان. اگر تاریخ پدر بابامون بگیریم، بخشش تاریخ آدم های پیش اگر بگیریم، کلگش مشرک بود برادر. بعد ما از نو پیروی بکنیم بگردیم. همین سخنی که باباهامون میکردن و آدم های پیش میکردن، عین سخن ابو جهل و ابو لهب. ابو جهل و ابو لهب وقتی که میگفتند بر دین محمد ایمان بیارین، میگفتند که نه، ما ای دین پدر باباهامون پیشینیامون چیکار میکنیم؟ پیروی میکنیم.
پس امروز ما هم که بگیم مصفیدای پیش پیروی از همونها بکنیم، ما هم از ابو جهل و ابو لهب هیچ فرقی نداریم. ما از قرآن و سنت باید پیروی بکنیم. الله حق سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان می‌فرماید بر اسمان خدا چنگ بزنین و پراکنده نشین. وقتی که ما پدر باباهای ما چهارشنبگی و پنجشنبگی و چلم و مولود جشن میگرفتند که اینها در اسلام نیستند، بدعتند، غلطند، باید ما هم جشن بگیریم برادر. نه یک گپ صد جای در مثال خود علمی مسلمانی در ما نیستیم ما صبره هم کوچگر نه همینجا یک انسان منافق صفت در پایان آمده است ولی الله را نمیشناسه کدام ذات است. از پایان هرچی نوشته است به هر حال الله هدایتش کنه. خیلی خیلی اکا 100% اگر تو اونو نه نمیفهمم. که خیلی خداوند خودش مثال اکر یعنی گفو کدام هستی همینجا مدیراتور ما چورنی نکنین، بگذارین گوش بگیرن انشاءالله تعلیم بگیرن. اونها را وقتی که در عمل منافقی هستند ما اونها را اجازه گوش کردن امر معروف و نهی از منکر ندیم. از جایی که قول الله و قول رسول می رود دورشان بکنیم، اونها همو طریق در جهالت میمانند. و همو خاطر بگذارین گوش بکنن انشاءالله اصلاح میشون. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. نه نکنین روچکشون مایل روچکشون گرفتن ولی چور نشان نکنین تو گوش بگیرن. زیاد مردم امروز پیروی از پیشینیان کرده در جهل هستند. وقتهای پیش در زمان پیش دین برای ما غلط نشان دادند و اونها از همو غلط تا به حال در عقیده باطل هستند. پس برای اونها تعلیم باید داد. شما ببینید در وقت پیش اگر یک انسان میمرد پیش از مردنش باید که پول جمعگی و پنجشنبگی و سر سال خیرات برای مردم میداد. خودش میمرد مردم شکمباش دم میرفتن کپو شوی جمعگی و پنجشنبگی و چلم سیم و هفتم میخوردن. ولی امروز الحمدلله که دین آشکارا بیان شده است که اینها غلط هستند، باطل هستند، اینها بدعت هستند، در اسلام اینها وجود ندارند. این عملها را نکنین و همو خاطر چور نشان نکنین تا آگاه بشن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت جون سوزین تیجین سلامتتون سوزای. الحمدلله خودت خوبی انشاءالله برادر حالت خوبه؟ الحمدلله. حضرت جون هر شخصیتی که گوش میکنه یک چی معافیت بر خودش میگیره. هر شخصیتی که گوش نمیکنه و مقصد همون چیز قبول داره ما بر او کار نداریم. اما این چیز آورده بر اسلام میچسبونن. وقتی که بر اسلام که چسبوندن یعنی بدعت، یعنی که اگر در اسلام چسبوندنش بدعت حساب میخوره. بله. و این چونین بعد مردم چی فکر میکنن؟ پیامبر صلی الله علیه و در حدیث میگه که من دین کامل کردم بر شما، یعنی که دین کامل کرده است. ما بر او یگان چیزی نوآوری مقصد داخل کرده نمیتونیم. وقتی که در دین که چسبوندن یعنی که تشبیه بر دین که کردن، بعد ملاها چی میگن یا که مثلا آدمای عام چی میگن؟ میگن پیامبر صلی الله علیه و آمد دین مستحکم نکرد. بعد این ملاها چیکار کردن؟ دین مستحکم کردن آوردن بر این آیت قرآن براشون دلائل است. آیت قرآن براشون دلائل است که الله حق سبحانه و تعالی میگه این الله الاسلام. ما دین اسلام ما میگه چیکار کردیم؟ با پرگی کامل کردیم. دیگر بیهوده است سخنشان. بله این چیزا به نظر گرفتن در کار. هر چیزی که در دین نیست ما او را باید قبول نکنیم و در دین نچسبونیم، زیرا که دین پاک آمده است و پاک می رود. بله. روز پنجشنبه و دیگر چیزها رحمت و مغفرت کند. روز پنجشنبه نو دیگر روزها خیر میکنم. خیر بکنین برادر عزیز، صدقه بکنین، در حقشون دعا بکنین، ولی مخصوص
سه چهار صوفیش کمده ما دعوت کرده و که توقعش مانده و باز همچه گردانده و شوی جمعگی و شنبگی کردن برای او درست نیست برادر عزیز. هر چیزی را که مقصد الحمدلله برادر. روز موندی در اون خیر میگه دیده نمیشه. بله البته. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت علیکم الله و السلام. برکاته. الحمدلله برادر. من یک سوال دارم اکا، یک ملو ای نوشتم جوابش نگرفتم. بسم الله. امی اگر اجازت باشه هم سوال بگم که پاسخ میگیرم در جوابش. بسم الله برادر بفرمایید چاله. بکا ما یک سوال دارم که همین مردم ما مقصد توجیکای ما هستن الحمدلله مسلمانان در کره کار میکنن مقصد یاندکس ده مصرف چی. خب اگر بله. همین طعامی که دستافکن میکنن اگر از گوشت خوب باشد یا اینکه در داخل همون روغن خوب باشد دستافکن همون چی میشیده باشد؟ الله خیرت بده برادر عزیز. اکی ایسو انشالله یگون جواب داری؟ بله بله. بفرمایید چاله. هر چیزی که حرامای میگه که ساختنش، بردنش، تیار کردنش همش یک گناه است. بله. همش آمده یک گناه است. کشتنش هم گناه است. مثلا انسان اگر اشتراک کنه یعنی که هر آن چیزی را که تو میکشی حلال گفته میکشی، یعنی که بنیت میکشی، یعنی که اون چیزی را که تو کشیدن میبری به فلان جا همون را اگرچه حلال هم که ندونی همون چیز برامو شخصیت هم میبری. این هم یکی از گناهان کبیره هست. خلاصه اگرچه گناه استفادهش هم که نبری. خلاصه دو گناه هست درست است ملو؟ بله برادر عزیز، فرض کردیم من مقصد عرق میریزم در همون پیاله استکان میریزم باید شخص دیگر هم میگم بخور او میخوره. گناه در عرق گناه خور همون عرق ریز عرق خورده و آزمین ای. بله انا همینم مقصد الله هر چیزی را که حرام کرده است در او خیر دیده نمیشه. سلامت باشین خدا نگهتون دارم ملو. رحمت کلام اما پرسید. برادر الله خیرت میشوه بده. که یگان کاری خوب شوه اگر شوه مقصد کار کنین، اما این کوریرایی که الان کار میکنن اکو